گفت مادرم ثابت کرده پدریشو. دیگه نوبت منه، اگه کم بذارم داره یه کمی افت آخه. البته آقام رفت، ماها درد میکشیدیم، با ما حرف میزد و دیگه ناراحت نبودیم. خانوم مورفین هیچ وقت نشون نداد مامان زف. علی که دید همین داغونه پرسید چی کار میکنی با پولت خوشتیب؟ گفت کارمون بگیره میرم یه جا که عشق قانون جرم نی. به اجاره کرد جدول نظارگر، 3 تا جوون که به فکر تراولن. سامان گفت میسازه آدم ها رو، دوری و بوسیدش. قطع کرد گذاشت گوشی و تو جیبش. گفتن دختره رو میخوای؟ گفت داره مثل غرب و شرق که سوریه رو میخوان. یه مظلوم که با ترس و لرز پیروزیه رو میخواد. فقیری که برگ و طعم کوبیده رو میخواد و لاشخوری که خودش دفاع نداره. زبون تقاد بیتابم ولی هنوز سرد نشدم. سبزتر از پارکمون کی دیده؟ کارمون میگیره صبح کنار اون بیدار میشه.